غزل حضرت مولوی جنون. بپوشی چشم سر از چشم دل نور خدا بینی، بپوشی چشم سر از چشم دل نور خدا بینی، دلی آگاه را از عالم امکان جدا بینی، دلی آگاه را از عالم امکان جدا بینی. تمام رنج راحت نیست به مکتوب دیوانش. آره تمام تشویش و غمی که در این دنیاست به قضای الهی داده. تمام رنج راحت نیست به مکتوب دیوانش، رسد از هر طرف گرنج از رب العلا بینی، رسد از هر طرف گرنج از رب العلا بینی. چرا از آشنا رفته به هر بیگانه می نالی، چرا از آشنا رفته به هر بیگانه می نالی، همانه کی ز بیگانه رسد از آشنا بینی، همانه کی ز بیگانه رسد از آشنا بینی. دل هر دو شب در تصرف خداست، بنابر از دشمنای خدا آزار بینی دان کی از جانب خداست، بنابر به خدا متوجه شو، خداوند با دلای اونها رو به تو ملایق میکنه، همونا با تو رحت میخورن. شکسته باش تا بشکسته بندد، شکسته باش تا بشکسته بندد مهربان گردد، شکسته باش تا بشکسته بندد مهربان گردد، به هر بندی شکسته 100,000 مومیا بینی، به هر بندی شکسته 100,000 مومیا بینی. نباشد هیچ کس به عیب از عیبت چی مایوسی، نباشد هیچ کس به عیب از عیبت چی مایوسی، نظر کن بر قمر هرگه که بر روی سما بینی. گناهگارم باشی از درگاه خدا ناامید نشو، زیرا که هیچ کس به عیب نیست. بنابر با وجود گناهگاری به پروردگار متوجه شو، آب دیده کن خداوند دوست بدار. نباشد هیچ کس به عیب از عیبت چی مایوسی، نظر کن بر قمر هرگه که بر روی سما بینی. بود رزق مقدر همراه تن می رود هر سو، بود رزق مقدر همراه تن می رود هر سو، رویگر هر طرف رزقی مقدر در قبا بینی. خداوند رزق برای تو مقدر کردگی، کجا که روی خواهی نخواهی وقتید میره. به خاطر این من منصب و نون نمیابم خورم گفت فکر نکن. بود رزقی مقدر همراه تن می رود هر سو، رویگر هر طرف رزقی مقدر در قفا بینی. بکن کاری که باشد به ندامت در غمی فردا، بکن کاری که باشد به ندامت در غمی فردا، ندارد سود گر خود در غمی و ویلتا بینی، ندارد سود گر خود در غمی و ویلتا بینی. مشو مغرور مال دون که تو حمال اغیاری، مشو مغرور مال دون که تو حمال اغیاری، سبا خود را به زیر خاک دستی بنوا بینی، سبا خود را به زیر خاک دستی بنوا بینی. باید بشو مغرور نشوی، این بایدری شما حزان خود نیست، تو پاسبان مال دیگر هستی. چه روز خانه خاک میری دست خالی، همه ثروت میمونه. مشو مغرور مال دون که تو حمال اغیاری،
سبا خود را به زیر خاک دستی بینوا. از حضرت مولوی جنون بپوشی چشم سر از چشم دل نوری. هیچ سیقل نکو نتاند کرد. خدا رحمت کند سعدی را. هیچ سیقل نکو نتاند کرد آهنی را که بدگوهر باشد. چون بود اصل جوهری قابل تربیت را در او اثر باشد. سگ به دریای هفتگانه بشو چون که تر شد پلیدتر باشد. خر عیسی گر برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند زاده خر همیشه خر باشد. دلی به عشق او بادا کفیده. حضرت جنونی میگوید همین مسلمانی که در دلش عشق خدا نداشته باشد بادا کفیده. خدا این دل کفانده بگرداند. دلی به عشق او بادا کفیده، زبان به ذکر او بادا کشیده. نریزد آب دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر. اگر مسلمانی که در چشم او آب چشم نباشد، از قیامت نترسد، از گور نترسد، نریزد آب دیده کور بهتر. برای این همون کور بودن بهتر بود. نریزد آب دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر. تنی که طاعت نداشته باشد، عبادت نداشته باشد، فقط به کار دنیا مشغول باشد، این خیل بدن گفتن حضرت فلج بدنش بهتر است. بود بر مرده غافل کفن حیف، به حلق کشته دنیا رسن حیف. دنیا انسانی که از دنیا غافل میگذرد برای او کفن حیف میکنه. انسانی که از دنیا فقط برای همین طله و تاراج دنیا گذشت، او رشته همین دنیایی را میگد حیف میکنه. از این خاطر چی میگوید مولوی؟ از این گویم به نیکان زود آمیز. مادامی فهمیدی که همنشینی با آدمی خوب، همنشین در مجلسی نیک اینقدر جزای نیک داشته باشد، از این گویم به نیکان زود آمیز. اگر پا داری از بد دور بگریز. اگر نصیحت مولوی را گوش کنید، میگوید مادامی که اگر این صحبت ها را که شما درک کرده باشین، از نزد علما دور نروین. با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتابی بر این بزرگ را پاره ابر ناپدید کند. این حضرت ها بیهوده نگفتند. صحبت های آدم ناخوب برای خود اختیار نکنین. این صحبت بهترین صحبت برای شماست. زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، به فردا حشر سازم زشت و اعما. زی زیری خاک خیزد دیده اش کور، سیاه گشته دلش چون لیل بی نور. کند ناله همین بنده به مولا، که حکمت چیز چشمم کرده اعما. این بنده ای که از خاک سر می بردارد و چشمهای نابینا دارد، باز ناله می کرد از خدایا چرا که به دنیا داشتم دو چشم بینا، بکردی کورش ای دارنده من. ای دارنده من، ای ذات پاک، من به دنیا چشمهای بینا داشتم، چرا اینها را تو کور کردی؟ خدا گوید ای مخلوق نادان، به دنیا دادم نعمت فراوان. بدادم دست و پای و چشم بینا، دلی دانا زبانی ساز و گویا. بفرمودم تو را بر ذکر گویی، زی دشمن اعتراض و دوست جویی. به دنیا کرده ای ما را فراموش، منم سازم تو را اینجا فراموش. جهان ای برادر نماند به کس، دل اندر جهان آفرین بند و بست. مکن تکیه بر ملک و دنیا و پوشت، که بسیار همچو تو پرورد و کشت. چو قصد رفتن کند جان پاک، چه بر روی تخت مردن چه بر روی خاک.
کسی پرسید از سلطان ابرار، شدم در مانده یک امر دشوار. ندانم من سعیدم یا که بدبخت، بهشتیم و یا در عقبه سخت. یک جوان، یک مرد نزد پیغمبر خدا آمده بود است. حضرت مولوی میگوید و پرسان کرده بود از پیغمبر خدا، من از تو یک سؤال دارم، نمیدانم که بدبخت هستم یا نیکبخت، نمیدانم که بهشتی هستم یا دوزخی هستم. پیغمبر خدا برای من خبر بده. پیغمبر خدا چی گفته بود است؟ بگو حضرت معالایی به هر دیگ، دلی خود عرضه کن بر صحبتی نیک. اگر مائل شود دل نیک بختی، بکش سوی عزیزان زود رختی. دلت گر صحبتی نیکان نخواهد، بدان که دوزخی سوزان میخواهد. پدر را یک شب او دید در خواب فرزندش، پدر را یک شب او دید در خواب، پریشان حال بین جمع احباب. بگفتش ای پدر حالت، بگفتش ای پدر چون است حالت، چرا زرد است گلگونی جمالت. فرزند میگه در شب پدر شدید که بی نهایت بین دوستهای خدا بود و گویا که چیزی را گم کرده باشد، پریشان بود. گفت پدر عزیز، تو زاهد هستی، تو شیخ هستی، تو مریدهای زیاد داری، تو خدمت زیاد در اسلام کردی، چرا چهره تو زرد است؟ چرا چهره تو مثل این دوستان خدا سرخ نیست؟ بگفتش صعب شد کار ای جگربند، بگفتش صعب شد کار ای جگربند، همان دم کی جدا شد بند از بند. وقتی ای بند من، ای جگربند من، وقتی مرا در لحد گذاشتی، به نهایت کار من مشکل شد. پدر گفت چگونه مشکل شد؟ ندای شد چه آوردی به درگاه؟ وقتی شما مرا پسی سر کردین، مرا تنها که در اون خانه قبر گذاشتین، از جانب خدا ندای شد، ندای شد چه آوردی به درگاه؟ چی داری از عبادت توشه را؟ از من پرسان کردن ای شیخ توشت پیشنهاد کن، عملهات نزد ما اظهار کن، چی داری از توشه را؟ بگفتم 60 حج کردم خدایا، بگفتم 60 حج کردم خدایا، نماز و صوم و طاعت، زهد و تقوا. پروردگارا تو دانا هستی، من در عمر خودم 60 بار حج کردگی هستم. تمام شب با نماز بودم، روزها با روزه بودم، تقوا داشتم، حلال رفتار بودم، حلال گفتار بودم، تمام وظیفه های اسلامی من انجام دادم. جواب آمد، بین وقت شیخین پیشنهاد کرد جواب از خدا چی آمد؟ جواب آمد نشد این جمله مقبول. ای شیخ گفت این 60 حج تو، این مهنت و زحمت تو در نزد خدا قبول نشدن. جواب آمد نشد این جمله مقبول، بیار لایق ترین شایسته محصول، لایق ترین شبیار، شایسته ترین شبیار. این 60 حج تو به درگاه من قبول نشده است. بلرزیدم به خود زان وهم چندان، به فرزندش حکایت دارد، بلرزیدم ز وهم با خود چندان، شکست از زلزله سرهای دندان. چنان فرزندم، چنان یک هیبت، چنان یک دهشت مرا در داخل قبر فرا گرفت که این دندانهای شکسته پدرت از لرزه همون است. ندا آمد، بعد این چی ندا آمد؟ ندا آمد که روز یاد داری ای شیخ، یک روز را یاد داری؟ ندا آمد که روز یاد داری، گرفتی خارک از راهگذاره، گرفتی خارک از راهگذاره، پذیرفته شدی زان نیک نیت، بکردم جای تو در قصر جنت. اگر یاد داشته باشی ای شیخ، یک روز تو از راه می گذشتی، یک خار را در راه دیدی
و اون خار را برداشتی از زمین. با امید چی؟ با امیدی که پای برادر مؤمن من خون آلود نشود، تا که برادر مؤمن من از این خار آزار نیابد. با این خاطر وقتی که تو این خار را برداشتی پذیرفته شدی زان نیک نیت. از این نیت نیک تو در نزد ما پذیرفته شدی. بکردم جای تو در قصر جنت و جای تو را جنت گردانیدم. در اون را بینگریم و نیتی تو نمی بینیم به سوی صورتی تو. ما درون در کار داریم. خداوند میگوید ما نیتی تو در کار داریم. ما با وظیفه تو کار نداریم. ما با پول تو کار نداریم. ما با سر و منگل تو کار نداریم. ما با اعمال تو کار داریم. تو کی هستی؟ رسول اکرم میگوید لقد رأيت رجلا في الجنة يتقلب في الجنة. شب معراج یک مرد را دیدم که در جنت سیر میکرد. تمام باغهای جنت برای او گشاده بود. فی شجر قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمین. وقتی پرسان کردیم این مرد کی هست، از چه خاطر وی وارد جنت شد، صدا آمد که این در روز با یک راه میگذشت، یک نوده درخت کشال بود که مردم از او آزار میافت. همان نوده را شکست تا که آزار برادر مسلمان نشود. این نیتی نه که این در نزد ما پسند آمد و این مرد را ما وارد جنت گردانیدیم. مخند اینجا که چشم که مژگانی تو گریان است در فردا. مخند اینجا که مژگانی تو گریان است در فردا. اگر ریزی در اینجا اشک خندان است در فردا. به اندوه قیامت زرد کن رخساره گلگون. به اندوه قیامت زرد کن رخساره گلگون. بسان شمس انور ماه تابان است در فردا. مکن جور و ستم بر جان خود از ترک فرمانش. مکن جور و ستم بر جان خود از ترک فرمانش. بغیر عقبه ها 7 در کی سوزان است در فردا. خدا رحمت و مغفرتش کند. و خدا قسم همه آیت است، همه حدیث است. مکن جور و ستم بر جان خود از ترک فرمانش. بغیر عقبه ها 7 در کی سوزان است در فردا. کسی گر اندر اینجا خرمن طاعت نبردارد، کسی گر اندر اینجا خرمن طاعت نبردارد، بصد افسوس و حسرت ها پشیمان است در فردا. چرا ای کلمهج، چرا ای کلمهج با جلوه این زال می نازی، ولیکن عیشگاهی خاکساران است در فردا. به محشرگاه گر هر کس به هر سوی روان گردد، که میلان جنونی سوی جانان است در فردا. که میلان جنونی سوی جانان است در فردا. مخند اینجا که مژگانی تو گریان است در فردا. اگر ریزی در اینجا اشک خندان است در فردا. حضرت میگوید اگر ای امت مسلمان، ای امت محمد، اگر شما در دنیا دهانهای خود به خنده های غافلانه، جسدهای خود در راههای ناپاک اگر صرف نکنید، انشاءالله شما در قیامت و در محشرگاه خندان هستید. لیکن اگر در دنیا شما غافل باشین، اگر در دنیا شما خنده های بیجا داشته باشین، فراموش نکنین که شما چشمهای شما پر از آب و گریان در قیامت هستین.
حضرت سعدی میگوید به طواف خانه رفتم، به کعبه رحم ندادند که برونی در چی کردی که درونی خانه آیی. من وقتی خانه کعبه رفتم، خانه کعبه مرا نگذاشتن که خانه کعبه درآیم. برای چی؟ برای تو چگونه مسلمان هستی، چی خدمت در اسلام کردی که امروز طواف زیارت کعبه آمدی؟ هیچ سیقل نکو نتواند کرد. خدا رحمت کند سعدی را. هیچ سیقل نکو نتواند کرد آهنی را که بدگوهر باشد. چون بود اصل جوهری قابل، تربیت را در او اثر باشد. سگ به دریای هفتگانه بشو، چون که تر شد پلیدتر باشد. خر عیسی گر برش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. دلی به عشق او بادا کفیده. حضرت جنونی میگوید همین مسلمانی که در دلش عشق خدا نداشته باشد بادا کفیده. خدا این دل کفانده بگرداند. دلی به عشق او بادا کفیده، زبان به ذکر او بادا کشیده. نریزد آب دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر. اگر مسلمانی که در چشم او آب چشم نباشد، از قیامت نترسد، از گور نترسد، نریزد آب دیده کور بهتر. برای این همون کور بودن بهتر بود. نریزد آب دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر. تنی که طاعت نداشته باشد، عبادت نداشته باشد، فقط به کار دنیا مشغول باشد، این خیل بدن گفتن حضرت فلج بدنش بهتر است. بود بر مرده غافل کفن حیف، به حلق کشته دنیا رسن حیف. دنیای انسانی که از دنیا غافل میگذرد برای او کفن حیف میکنه. انسانی که از دنیا فقط برای همین طله و تاراج دنیا گذشت، او رشته همین دنیایی را میگد حیف میکنه. از این خاطر چی میگوید مولوی؟ از این گویم به نیکان زود آمیز. مادامی فهمیدی که همنشینی با آدمی خوب، همنشین در مجلسی نیک اینقدر جزای نیک داشته باشد، از این گویم به نیکان زود آمیز. اگر پا داری از بد دور بگریز. اگر نصیحت مولوی را گوش کنید، میگوید مادامی که اگر این صحبت ها را که شما درک کرده باشین، از نزد علما دور نروین. با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتابی بر این بزرگ را پاره ابر ناپدید کند. این حضرت ها بیهوده نگفتند. صحبت های آدم ناخوبه برای خود اختیار نکنین. این صحبت بهترین صحبت برای شماست. زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، به فردا حشر سازم زشت و اعما. زی زیری خاک خیزد دیده اش کور، سیاه گشته دلش چون لیل بی نور. کند ناله همین بنده به مولا، که حکمت چیز چشمم کرده اعما. این بنده ای که از خاک سر می بردارد و چشمهای نابینا دارد، باز ناله می کرد از خدایا چرا که به دنیا داشتم دو چشم بینا، بکردی کورش ای دارنده من. ای دارنده من، ای ذات پاک، من به دنیا چشمهای بینا داشتم، چرا اینها را تو کور کردی؟ خدا گوید ای مخلوق نادان، به دنیا دادم نعمت فراوان. بدادم دست و پای و چشم بینا، دلی دانا زبانی ساز و گویا. بفرمودم تو را بر ذکر گویی، زی دشمن اعتراض و دوست جویی. به دنیا کرده ای ما را فراموش، منم سازم تو را اینجا فراموش. جهان ای برادر نماند به کس، دل اندر جهان آفرین بند و بست.
مکن تکیه بر ملک دنیا و پوشت، که بسیار همچو تو پرورد و کشت. چو قصد رفتن کند جان پاک، چه بر روی تخت مردن چه بر روی خاک. کسی پرسید از سلطان ابرار، شدم درمانده یک امر دشوار. ندانم من سعیدم یا که بدبخت، بهشتیم و یا در عقبه سخت. یک جوان، یک مرد نزد پیغمبر خدا آمده بود است. حضرت مولوی میگوید و پرسان کرده بود از پیغمبر خدا، من از تو یک سؤال دارم، نمیدانم که بدبخت هستم یا نیکبخت، نمیدانم که بهشتی هستم یا دوزخی هستم. پیغمبر خدا برای من خبر بده. پیغمبر خدا چی گفته بود است؟ بگو حضرت معالایی به هر دیگ، دلی خود عرضه کن بر صحبت نیک. اگر مائل شود دل نیک بختی، بکش سوی عزیزان زود رختی. دلت گر صحبت نیکان نخواهد، بدان که دوزخی سوزان میخواهد.